نقطه‌های بلیط فروشی شهر دوشنبه این شب و روز کم‌آدم هستند. به گفته بعضی از فروشنده‌ها در هم بر همه در پروازها به سمت روسیه و قطع شدن بعضی از پروازها کار آنها را سرد کرده است. در این نقطه‌های بلیط فروشی در نزد سابق بازار شاه مسعود شهر دوشنبه امروز ما آدمان کم را دیدیم و آنها هم که به اینجا آمدند اساساً نفرانی هستند که برای پرسیدن بلیط آمدند و بعضی از آنها حالا هم نمی‌دانند که از کدام شرکت بلیط خریداری کنند، به خصوص به شرکت هایی که به سمت روسیه پرواز میکنند. خریدنی مورد نماره ما کدام کمپانی ببینیم نمیدونم. ارزان‌تر شکافته ارزان‌تر یا خراب میره. تحریم های کشورهای غربی بالای روسیه بعد حمله مسکو بر کیف در کار پروازها میان تاجیکستان و روسیه مشکل ایجاد کرده است. از جمله اول این ماه شرکت سیبیر و یا اس7 پروازهای خود را کاملا به تاجیکستان قطع کرد و صدها مسافر این شرکت حالا نمیدانند که چیکار کنند، چون نه مبلغ بلیطشان را بازپس میدهند و نه آنها را به روسیه میبرند. پرواز نیست تا آخر ماه وقت نیست. چیکار برامش بلیط گرفته بودم و صورت کردن میشه که اینجا نمیدونم. نماینده شرکت سیبیر در تاجیکستان در پاسخ به این سوالهای بیشمار میگوید که بعد از 18 مارس آنها چند پرواز گذاشتند و تلاش میکنند که مسافران خود را به روسیه برند. اینچنین نماینده شرکت در تاجیکستان گفت که آنها علیه بعضی از مسافرانشان را از طریق شرکت های دیگر از جمله از طریق شرکت اورال بردند. رئیس موندگی از 18 طرف رئیس موندگی باید که امیروش پگاه حل شود. مسافران رو میبرند. البته تصدیق این گفته ها فعلا غیر امکان است و بسیاری از مسافرانی که شرکت سیبیر به ما مراجعه میکردند حالا هم میگویند که در تاجیکستان هستند. مسئولین آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی نوشتند تلاش دارند تا مشکل مسافران شرکت سیبیر در تاجیکستان حل شود. تا آغاز ماه مارس امسال میان تاجیکستان و روسیه هفته 120 پرواز عملی میشد. از این 18-20 پروازش به شرکت سیبیر متعلق بود که حالا قطع شده است. خبرها درباره کم شدن خط سیرهای دیگر شرکت‌های هواپیمایی نیز در شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. مسافران پروازها میان تاجیکستان و روسیه اساساً مهاجران هستند و آنها این شب و روز نگرانند که چگونه به روسیه روند، اما مسئولین امیدوارند که این مشکل هر چه زودتر برطرف می شود. مولا رجب یوسفی برای توصیف آزادی دوشنبه.